وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بار اول از بازداشت زن خبر داد که بیزنس تنفروشی را با استفاده از تکنولوژی‌های نوین و اینترنت برآمانده است. در گزارشی که شماره نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخلی نشر شد گفته می شود که یک جوانزن ساکن دوشنبه عکس‌های زن‌های تنفروش را که برای او کار می‌کردند از طریق مسنجر واتساپ و دیگر شبکه‌های اجتماعی به مشتریان می‌فرستاد و سپس بعد انتخاب فاحشه برای مشتری مقبول با او نرخ خدمت‌هایشان را سودا می‌کرد و فاحشه را برای خدمت به پیش مشتری می‌فرستاد. هر یک فاحشه این فاحشه‌خانه اینترنتی از 100 تا 500 دلار نرخ داشته است. در گزارش گفته می‌شود که از طرف کارمندان ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه وزارت کارهای داخلی، شهروند امام و مهرانه سال تولدش 1999 ساکن نایه شاه منصور با اتهام دلگی و تشکیل فاحشه‌خانه دستگیر شد. مهرانه امام و در این گزارش 2 سال باز به همین راه مشغول شدن به دلگی را اعتراف کرده گفت وقتی که من نشناسم طریق واتساپ می‌نویس دختر به من صورت را رایش می‌کردم و کدومش که معقولشان بود نمیرش رایش می‌کردم میرفت میگرفت من در کارتون حتی برای چی را اون میکنه هم دختر رو؟ برای تنفروشی. چقدر مبلغ قدم؟ از 100 تا 500 دلار. من بچه خودش میگرفتم 50 دلار 100 دلار. از اون سونی که نکنم؟ بچه میگرفتم. چند دلار؟ 50 یا 100. به ضد این جوانزن با اتهام دلگی، تشکیل فاحشه‌خانه و جلب زنان و دختران به تنفروشی پرونده جنایتی گشوده او را به حبس پیشکی گرفتند. به مهرانه امام و بر اساس ماده 238 و 239 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان جریمه به مبلغ بزرگ و یا تا 8 سال زندان تهدید میکند. ولی تجربه نشان میدهد که در تاجیکستان در بسیار موردها دله‌ها با پرداخت یگان جریمه از جوابگری خلاص میشوند و باز از پی همان شغل قدیمی خود میشوند.